سلام بچه‌ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ آرمین ایدن هستم. خوش اومدید به چنل ایدن برو. امروز در خدمت شما هستم با گیم پلی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یا لیگ نخبگان آسیا با استقلال. بدونیم با چه تیم‌های همگروهی شدیم. به گروهی میریم: العین، السد، الهلال و بله گروه مرگ مسابقات در اختیار ما. بله شانس دیبا از همین ابتدا ما رو همراهی میکنه. تراکتورم با گروه بهتری بود. سپاهانم که خیلی گروهش بهتره، فقط الان سخته. و گروه پرسپولیس هم می‌بینیم که گروه پرسپولیس هم به نسبت سخته، ولی خب یه تیم راحت حداقل توش هست. بعد ببینیم چیکار می‌کنیم. در حالت سوپر استار فکر نمی‌کنم اونقدر بتونیم آسون کارو جلو ببریم. ولی ما با العین داریم باید ترکیبو درست کنیم. 4-1-2-3 به نظر من مناسب‌ترین ترکیبی که می‌تونیم باش بازی کنیم امروز. و روزبه چشمی رو تو پست دفاع ما استفاده نمی‌کنیم به دلیل کند بودنش. ارسلان مطهری رو به جای آرمان رمضانی استفاده میکنیم. فکر یامگا بیشتر بتونه چپ بهتر بازی کنه و همین کارو انجام میدیم. و اینکه بازیکن خاصی نیمکت نداریم و بلانکو هم که واقعا یه لرد به تمام معناست و الان مهاجمینمون ارسلان مطهری باز بهتر میتونه کمک کنه و آرمین سهرابیان به جای ایمان سلیمی به نظرم گزینه مناسب‌تری میتونه باشه و آماده شیم واسه بازی اول خودمون که میهمان هم هستیم تو بازی و دارم که بتونیم بازی ها در بیاریم و مرحله صعود کنیم. 6 تا بازی داریم و ببینیم چیکار میکنیم تو مسابقات. لباس دوممون رو استفاده کنیم این بازی و بریم سراغ این مسابقه اول خودمون جلوی العین. ببینیم چیکار میکنیم. بازی آغاز میشه و استقلال و العین اولین مسابقه لیگ قهرمانان آسیا را از سید حسین حسینی کاپیتان استقلالی‌ها رو مشاهده می‌کنیم. العینی‌ها بازی رو آغاز می‌کنن و دنبال توپ هستیم تا بتونیم توپ بگیریم. اولین سه امتیاز خیلی میتونه واسه ما مهم باشه و کسبش قطعا نقش داشته باشه تو سود ما. اولین العینی‌ها حرکت انجام میدن. سید حسین حسینی رو هوا مسلط تک به تک میشن بازیکنان العین و عالی سید حسین حسینی توپو دفع میکنه و نمیذاره استقلال گل بخوره. موج دوم حملهشون ادامه داره. یه برخورد پنالتی میگیره داور. ببخشید به نظر من نمیتونستیم پنالتی باشه. سید حسین حسینی تو جمع کردن توپ اشتباه کرد و پنالتی اعلام شد برای العین. کایو پشت توپ. سید حسین حسینی به نظرم راست بپریم یا میگیره. سید حسین حسینی استقلال رو نگه میداره تو مسابقه با این سیو عالی خودش. سید حسین حسینی اول به پایان میرسه و باید ببینیم چیکار کنیم تو نیمه دوم تا بتونیم این وضع در بیاییم. موقعیتی نتونستیم خلق کنیم. حرکت بازیکن استقلال گوشه زمین یامگا ارسلان مطهری ضربه میزنه، در برگشت فرصت نشد. حالا محمدی به گل برای استقلال به ثمر میرسه. گل به خودی شد. انگار من یه زحمت کشیده مرد حسابی. سنا اصلا فکر نمی‌کنم گل به خودی شده باشه و این گل به خودی ولی تشخیص داد. بازی نگاه کنیم. ضربه ارسلان برگشتش هم چجوری گرفت خالدیسا و خورد به پای محمدی ولی گل به خودی حساب شد. حالا باز هم موقعیت داریم. این بازی واقعا بازی کم موقعیتی بود، خطا برای ما. یه بازی خیلی کم موقعیت دیدیم، موقعیت نتونستیم خلق کنیم. ما هم العین یه گل زدیم. حالا کاشتر هم داریم. مهدی پور میزنه عالی به سمت دروازه، تو به تیر دروازه خورد. وای چه کاشته‌ای. وای بازی اولو بردیم خدا رو شکر با درخشش سید حسین حسینی. پنالتی که داد خودش مهارش کرد و بهترین بازیکن زمینم شد که به نظر من شایستش هست. و بازی اولو با 3 امتیاز به پایان میرسونیم و بعد ببینیم جدول چی جوری شد. هفته اول مسابقات 3 امتیازی که میتونه خیلی کمکمون کنه. الهلال 3-0 بازیشو انگار برده مقابل السد و سپاهان هم بازی اولشو باخته. پرسپولیس هم برد مثل ما بازی اولشو و هفته اولو سرخابی خوب آغاز کردن. بازی دوم با الهلال و میتونیم بگیم سخت‌ترین بازی گروهمون و تو استادیوم آزادی. باید ببینیم چیکار کنیم. بازی اول اصلا نتونستیم خوب موقعیت ایجاد کنیم. به نظر من میتونیم مشکلش رو رضاوند بدونیم و که واقعا کاری نکرد تو بازی اول. بلانکو میذاریم مهاجم، حالا ببینیم جای ارسلان میتونه کاری کنه یا نه. بازی اول ارسلان واقعا گنگ بود تو بازی و هیچ کاری نتونست انجام بده. بازی دوم ما تو استادیوم آزادی جلوی الهلاله و باید ببینیم چی کار میکنیم تو این بازی که الهلال از بازی اول خودش 3-0 تونسته حریف قدرتمند خودش ارصد رو شکست بده و
نشونن قدرتون هست. بازی رو آغاز میکنیم ما با پاسای کوتاه داریم بازی پرموقعیت بشه. ولی حرکت الهلالی پشت دفاع رو انداختن خیلی خالی. حسینی عالی خروج کرد به نظرم و نذاش خوب ضربه‌شو بزنه به توپ بازیکن الهلال و چه موقعیتی از دست دادن ابتدایی کرد. باید خیلی سفت‌تر از اینها بازی کنیم و تو موقعیت خوبی رو ایجاد کنیم. بازی اول واقعا بازی کسل کننده ای بود. اصلا شد موقعیت خاصی ایجاد کنیم، حرکت میکنیم میتونیم استفاده کنیم و این موقع فرصت خوبی داریم. ضربه رو هم نیست. چقدر بد زدم. چه موقعیتی از دست میره برای ما. ناسیم بونو تو با راحت در اختیار گرفت و حرکت ما در پایان نیمه اول ارسال محمدی رو دروازه هستن. این بازی هم قرار کم موقعیت ادامه پیدا کنه. اینجوری که بوش میاد یا همگاه میفرسته تو روی دروازه یاسین بونو تو مش میکنه در بگش میتونیم ضربه رو بزنیم و خیلی خوب برای نیمه اول تمام شد 0-0 و این بازی کسل کننده تر از بازی العین داره دنبال میشه برای ما. دوباره الهلالی حرکتی رو انجام میدن. یه بازی سخت و گره خورده برای ما و حسین حسینی دار قصدی گل خوردن نداره تو این تورنمنت. یه بازی قبل که کلینشیت کرد و این بازی هم در آستانه یه کلینشیت دیگه قرار داره. مشت میکنه حسین حسینی ارسالشون رو مارکوم چه ارسالی هم خواست انجام بده که نشد. همچنان بازیکنان الهلال فرصت دارن ضربه رو میزنن. باز هم سید حسین حسینی واقعا داره عالی کار میکنه. باری کلو این پسر موقع میتونیم بسازیم بعد مدت های آمگا. وای یامگا وای خدایا واقعا به یامگا نمیتونم چیزی بگم ولی به نظرم گزینه تعویض بلانکو رو میکشیم بیرون چون اصلا باز هم گنگ بوده. پیمان بابایی از همه مهاجمامون داریم استفاده کنیم. آقا یک کاری بکنید ناموسن. گل هم میزنن بازیکن الهلال 6 امتیازی میشن اگه بتونن این بازی رو ببرن. یه پاس عالی میفرسته باز هم سید حسینی شیر مادر و نان پدر حلالت باشه. سید حسین و چقدر ما رو واقعا زنده نگه داشت هم بازی با الین همین بازی. و یعنی ما الان 0 امتیازی بودیم تا 3 امتیاز بازی قبل. یه بار دیگه میتونیم اینجا بالاخره بعد مدت ها موقعیت بسازیم. وای داشت یعنی بازی الین گل میزدیم ولی باز هم نشد. داریم بازی بعد ولی متاسفانه ضبط ما یه لحظه قطع شد و در دقیقه آخر بازی قبل نشد. بازی 0-0 تمام شد. بازی که سرکننده بود دوباره و نمیدونم چرا قراره اینجوری باشه. اینجوری داره بد ادامه پیدا میکنه و ما به اینکه وقت ویدیو زیاد نشه مجبوریم کات بزنیم و خیلی دیگه از کم بود موقعیت مجبوریم کات بزنیم. و این بازی بعد بهتر باشه. یامگا ضربه رو میزنه و نشد. کوین یامگا چه فرصتی رو اومدیم یه آردو بزنیم ولی اصلا خوب نزدیم اون آردا رو. یه بار دیگه موقعیت داریم بزنیم ضربه رو و وای امیدوارم همینجوری بازیمون پر موقعیت بشه حداقل و که گلم نمیزنیم. خیلی بود بازی قبل واقعا بازی چرت و مضحکی رو دیدیم اصلا بازی جذابی رو ندیدیم. فکر کنم حداقل 2 ساعت ویدیو میشد اگه بخوایم کل بازی رو بذاریم. بازی چرت رو دیدیم به نظرم. کل بازی 2 تا موقعیت هم نبود تو بازی قبل. بازی آرش رضاوند گذاشتم بیرون. امیدوارم به کار بیاد. سعید مهدی هم کار نتونسته کنه. واقعا یکی از اسکواد ضعیف استقلال داریم تو این پی اس و عجیب این اتفاق که یه هافک درست حسابی هم نداریم. حالا موقع داریم بعد مدت ها دوباره و این بازی هم چرت‌تر از بازی قبل به پایان میرسه و واقعا دیگه اعصاب من داره به هم میریزه و واقعا از این هافک های مضحک و مزخرف استقلالی‌ها که اصلا واقعا ابهت استقلال رو دارن زیر سوال میبرن. تو آسیا پرسپولیس نتیجه خوبی گرفتیم و دوم جدولیم ولی این دو بازی نذاشتیم و در بالای الهلال قرار بگیریم. بازی برگشت با السد نظرم حالا رضاوند باید بکشیم بیرون. مهری دوباره مجبوریم بازیش بدیم چون رضاوند بدتر از مهری بوده. حتی نداشتن هافک آدمیزاد در تیم باعث افلیت شدن خط هافک استقلال شده در این تورنمنت و کلا فکر کنم 3 تا بازی که کردیم 4 تا موقعیت رو نداشتیم. حالا بازی برگشت می‌دارم میتونیم یکم مثل آدم بازی کنیم و گل بزنیم. اینجوری اینا حذف میشیم و پارت 2 نخواهیم داشت و خیلی جذاب خواهد شد. اینکه آره دیگه بریم سراغ بازی با السد در خانه خود السد باید بازی کنیم و سید حسینی 3 بازی گل نخورده و رکورد کلینشیت خودشو داشته. تنها نقطه مثبت تیم همین بوده.
حرکت بازیکن استقلال داره انجام میشه. روزبه چشمی تا کجا اومده بالا، فک دفاعی استقلالی خطا رو گرفت، یه رسته حرکت کرد، کاشته برای آبی‌ها گرفته میشه. کوین یامو پشت توپ، چرا اینجوری سانت کردم آخه من برمیگرده هردانی. دوباره میایم بالا، باید گل بزنیم، مثلا این بازی گل هم بخوریم فقط باید گل بزنیم. میگه ارسلان متحری چیو بزنه، وای ارسلان خطا گرفته قبلش داور. دوباره کاشته داریم مهدی پور، کاشته زنمون مهدی پور دیگه. وای بالا واسه تیم میزن، اخ خدا چه فرصتی از دست میره اینجا. دنی سن خونی مهدی پور زد تو کله دفاع. مهرداد محمدی ارسال میکنه رو دروازه، مطهری میپره میزنه و گل میزنیم. بعد فکر کنم 2 بازی و خورده یه گل میزنیم بالاخره. آخرین گل رو مهرداد محمدی زده بود که با اون حق خوری داور گل به خودی اعلام کرد و باعث شد که اولین گلزن استقلال تو این تورنمنت ارسلان مطهریه. گل میزنیم و یکیش جلو میافتیم تو قطر و باید بتونیم این بازی رو اداره کنیم و بتونیم امتیاز رو ببریم. اصلا حرکت میکنه سید حسین حسینی، باز هم فرشته نجات میشه. سید حسین حسینی من باید واسش این کارهایی انجام بدم که جاش اینجا نیست و حالا باید بگم اینجا حرکت از مطهری دوباره و با چه پاسیه، حرکت از بازیکن استقلال دوباره انجام میشه. مهدی پور کاشته مزخرفی که زد هنوز یادمه، یه بار دیگه فرصت و نمیشه. این بازی داریم خوب بازی میکنیم بعد 3 بازی. بعد 3 بازی داریم یکم آدم بازی میکنیم، موقعیت میسازیم، فرصت داریم. چشمی تو کجا دوباره میاد، چشمی واقعا داره کار در میاره. شما پنالتی بود این صحنه دیگه، چی گرفته داور؟ خدایا داور مسابقه صحنه رو ببینیم واقعا اینو چجوری پنالتی نمیگیره من نمیدونم. این برخورد یامگار رو زده زمین، باز خطا یامگار رو گرفته. بله درسته، داور خیلی اینجا خوب داوری میکنه و کار در میاره. این اول تموم شد، در اتمام میرسه و مرادان میتونیم بزنیم. و چه زمین میزنه دا اصلا آردوهایی که نمیگیره. من نمیدونم که قراره این آردوها بگیره. اصلا با حسین مراد من آردو زدن برای هر کسی نیست. اشتباه کردیم، نباید گل بخوریم. حسینی بار کلباز هم گرفت سیروس. واقعا حسینی داره نگه میداره پرچم استقلال رو نذاشته که خیلی اتفاقای بعد و وحشتناکی بیفته. و سکونه هرچند تو باز اسم میدم مهدی پور داره پا به توپ جلو میره، داره میکشه آقای داور دیگه عشان لباس که داره لباسو میکشه. مهدی پور میتونیم به گل دوم برسیم، میده محمدی شوت بزنیم. محمدی دوباره اینجا قطع توپ شد. بابا چه موقعیت خوبی داریم از دست میدیم ما و تو از دست دادیم. این گل بخوریم واقعا خیلی موقعیت رو از دست دادیم و اصلا نباید این اتفاق بیفته. وای خیلی خطرناکه. کمیم چقدر تو دفاع. چه اشتباهیه، دروازه خالی داره گیرشون. ما باز هم سید حسین حسینی شانس آوردیم زد تو دستش، یعنی الان واقعا مساوی شده بود و نمی‌دونستیم چی کار باید بکنیم. میندازیم بالا. واقعا امیدواریم بازی زودتر تموم شد، تموم شه فقط و از این بازی مضحک ما با سر بلند بیایم بیرون و 3 امتیاز رو بگیریم بعد 2 بازی که یه با چرت رو دیدیم. واقعا خیلی مسخره بازی کردیم تو اون 2 تا بازی و واقعا هم کاری از دستمون بر نمیومد. باز هم میندازم پشت پا حسینی، واقعا دیگه همه کار کرده، پشت دفاع پوشش داده، 10,000 تا توپ در آورده، فقط مونده بیاد گل بزنه برامون. مهدی پور خدایی چه پا به توپی داریم، به سر پاس خوب فرصت داریم بزنیم. ما گل دوم دیگه محمدی شوت بزنیم. وای چرا پاس ندادم اینجا، واقعا میتونستم بدم کاتفک کنم دروازه خالی بزنیم. باز هم اشتباه کردیم و نتونستیم بزنیم مثل گل اول. بله دوباره قطعی مشکل ساز داشتیم و در دقیقه آخر ضبط نشد، ولی خب بازی همون نتیجه شد. موقعیت خاصی پیش نمیاد، بردیم، خدا رو شکر امتیازی گرفتیم. پشت الهلال دوم هستیم فعلا. شانس صعود ما داریم نسبت به العین و السد و این بازی رو ببریم تا صعودمون رو فکر کنم قطعی بکنیم و باید بریم بتونیم مثل بازی قبل پر موقعیت بازی رو انجام بدیم و موقعیت خوب زیاد داشته باشیم. و سید حسین حسینی هم که 4 تا بازی پای گل نخورده، 360 دقیقه است کلین شیت کرده و ببینیم امروز این کار انجام میده یا نه. بازی رو آغاز میکنیم و بازی پرگل و زیبا رو ببینیم. امروز حرکت اول رو میخوایم انجام بدیم. مهرداد نتونست خوب بره، توپ بهش نرسید. حسین مرادبند که به خاطر پرسینگی که میذارن میاد جلو، نمیدونم مثلا دفاع رو ول میکنه کاملا مثل گاو.
بازیکن الان هی سعی میکنم که توپ رو نگه دارم. پرس خوبی داریم انجام میدیم. توپ رو گرفتیم. روزبه چشمی آخ توپ در رفت. یه لحظه میتونست بهتر از اینا بشه. محمدی یه دونه آردو رو اینجا امتحان بکنم میزنه و چه گلی زد و توی دروازه. مهرداد محمدی بالاخره از اون گلی که زد حقش خوردم. فکر کنم 500 این باره که میگم ولی باز هم میگم اینجا گل به ثمر میرسونیم. مهرداد محمدی با پای تخصصی چقدر خوشگل زد این ضربه رو و یه گل زیبا و فوق‌العاده اینجا استفاده کنه یک هیچ میکنه برای ما و این سه امتیاز رو بگیریم صعودمون رو قطعی میکنیم احتمالاً به مرحله بعد و باید با چنگ و دندون از این سه امتیاز دفاع کنیم. امروز صالح هردانی اشتباه کرد. چه اشتباه بدی هم انجام داد. تیم خطرساز باشه. بازیکن الان میارن تو نزدیک محوطه جریمه. به پاس خوب فرصت برای الان دفاع جانانه از ما اشتباه میکنیم دوباره و چیکار میکنیم ما تو این صحنه و نزدیک بود خودمون اون گل دو دستی تقدیمشون بکنیم. حسین حسینی کار آغاز میکنه برای استقلالی ها. صالح هردانی رو میاره وسط. روزبه چشمی از اون سام بتونیم حرکت خوبی رو انجام بدیم. باز هم توپ گرفتن از اون بعد بازیکن الان خطرناک خطر به موقعی که نجات داد میرفت تک به تک میشد. مراقب باشیم تو این مسابقه و کسب 3 امتیاز. امیدوار به مرحله بعد یه بار دیگه بتونیم بزنیم یه آردو دیگه. این دفعه دیگه نگرفت دیگه. خیلی بهتر از اینا میتونستیم استفاده کنیم ولی نشد. کنه این دوباره بلند کار میکنم و باز هم توپو گرفتیم. واقعا اون دو بازی دوم و سوم من نمیدونم چرا انقدر مسخره شد اون بازی. اصلا موقعیت یه دونه نه ما داشتیم نه اونها و واقعا دیگه اصلا چیز فجیع‌بارانه ای بود اون دو بازی اول دوم سوم و واقعا خیلی بازی مسخره‌ای رو دیدیم نسبت به این بازی و بازی قبل که بازی پرگلی هم بود. بازی با پرگل که نه یکی شد چی ولی خب پرموقعیت بود. امیدوارم این بازی هم همینجور باشه ولی بیشتر بتونیم گل بزنیم. فعلا که اشتباه داریم زیاد انجام میدیم و همین میتونه اینو برگردونه به بازی. باید مراقب باشیم. سید واقعا تاج مرد استقلال بود ولی گل خوردیم. من لفظم و وای چه لفظی بود که اومدیم و 3-2 همینجا گل میخوره و حدودا 300 و یه حدود 400 دقیقه کلینشیتی که داشت از دست میره و گل خورد. ولی واقعا سید هر چی امتیاز گرفتیم توش نقشش این صحنه هم واقعا تو 6 قدم چرا گذاشتیم سر بزنن انقدر راحت بازی کنه علیم و گل خوردیم. چه قدم بد خوردیم. برام بتونیم ببریم و صعود به هفته آخر نکشه چون با الهلال تو عربستان بازی داریم و خیلی اون بازی میتونه سخت باشه برای ما. دارم بتونیم برگردیم و بازی رو ببریم. روز به چشمی که واقعا داره به داد استقلال میرسه. هم سید حسین ولی نه به اندازه سید حسین. واقعا سید حسین هم بازی اول که پنالتی رو گرفت حتی من گرفتم سید نگرفت ولی خب در سیوهای بعدی من نقشی نداشتم ولی خب سید واقعا فوق العاده بوده تو این تورنمنت واسه آبیا کارو در آورده دیگه برامون. واقعا اگه نبود بود شدنمون احتمالش 90% بود. مهدی پور یه لحظه حرکت بازیکن‌های ما محمدی میتونه میفرسته یه ضربه سر و گل میزنه و توی دروازه. گل کی زد؟ آرش رضاوند گل زده. بله بازیکنی که با نیمکت نشینش کرده بودیم بازی قبل یا بازی قبلترش سعید مهدی بازی دادیم. حالا نشون میده که تاثیر گذاشته اون نیمکت نشین روش و رضاوند گل میزنه برای ما. آرش رضاوند اینجا گلزنی میکنه. بله یه لرد به تمام معنا. البته اینجا دیگه واقعا به دادمون رسید سری که صد عین گل اول العین بود که به ثمر رسوندیم و بازی رو در میاریم. امیدوارم بر نگرده دوباره العین به بازی و دفاع رو مستحکم نگه داریم گل نخوریم. بازیکن العین دوباره اصلا تو چپ بخوام بیان بالا باید مراقبشون باشیم. خطرناکه توپی که میتونه موقعیت بده بهشون توپو میگیریم و بریم برای ضد حمله گل سوم. حتی حرکت میکنه رضاوند خیلی خوب داره کار میکنه امروز برعکس بازی قبل. چه تکلی میزنه محمدی. حالا موقع بره استقلال تو از دست میره و
دوباره بلند میزنن زیرش. اینجا دوباره میتونه باز هم رضاوند. آفرین، واقعا رضاوند فوق العاده کار کرده امروز. محمدی یه بار دیگه یارده فورد خوشگلی که نیمه اول زد. هی میخوام باش تکرار کنم، نمیشه و نخواهد شد به نظر. بلند بازی میکنن روی این توپ بلند، با مراقب باشیم. سر اول زدیم و باز هم سید حسینی که واقعا باری کلا به سید که من دیگه واقعا چیزی ندارم به سید بگم. واقعا تو رو قرآن چش نخور الان گل نخوریم. 3 دقیقه تا پایان مسابقه و سود ما به مرحله بعد با چه اشتباهی یکی انجام میدیم. واقعا چقدر دفاعمون آشفته کار میکنن توی این صحنه ها. واقعا یکی از اسکوادهای ضعیف استقلال رو داریم و یه پاس دیدنی هم محمدی بزنیم، پاس میدیم یامگا و توی البته یامگا گل میزنه بالاخره. کوین یامگا بالاخره گل میزنه برای ما. بعد 5 مسابقه گل میزنه برای استقلال و چه دقیقه هم گل زدیم و تیر خلاص رو زدیم و مرحله بعدی راه پیدا میکنیم. تو گروه مرگ حضور داشتیم ولی این کار رو با موفقیت انجام دادیم و باید ببینیم که مرحله بعدمون حالا به عنوان سرگروه میریم بالای تیم دوم و تمام و صعود میکنیم به مرحله بعد. یه بازی آخری مونده با الهلال. باید ببینیم شرایط جدول چجوریه الان با این توجه به بردی که به دست بردیم. الهلال هم با اسد بازی داشت. الهلال برد فکر میکنم بازیشو یا چی، ولی الان پرسپولیس سودش رو قطعی کرد و پرسپولیس هم الهلال 11 ما هم 11 و بازی آخر جنگ سرگروهی تراکتور حذف شده، سپاهان هم حذف شده. فقط سرخابی‌ها بودن که خوب کار کردن و سودشون رو قطعی کردن. ولی ما میتونیم سرگروه بریم بالا. تو استادیوم الهلال بازی سختی رو داریم. بازی مساوی هم بشه الهلال سرگروه میره بالا، ولی قطعا تلاشمون رو باید بکنیم که ببریم این بازی رو. سرگروه رفتن بالا خیلی قطعا میتونه تاثیر دوشندانی داشته باشه تو حریف بعدی که روش قراره برخورد کنیم تو مرحله حذفی که مرحله حذفی رو تو پارت بعدی انشالله خدمتتون هستیم و چون خیلی تایم ویدیو طولانی خواهد شد در صورت دارم که موضوعا بتونیم با خوبی بتونیم امتیاز کامل ازش بگیریم. برای حرکت میخوام انجام بدیم، حرکت بکنیم. فرصت برای استقلال هست. ارسلان متحرک فیکس شده دوباره و گل میزنه توی دروازه. اولین گل ارسلان هم میبینیم. البته نه اولین گلش نه، کنه بازی با این هم گل زد. داره دومی گل ارسلان فکر کنم الان بهترین گلزن استقلال توی مسابقه در ارسلان بوده و پاس خیلی خوب و خوشگلیه که حسین مرادمند داد اینجا. به به چه بیرون پای راحتی میزنه و توی دروازه گل برای استقلال. و استقلال یکی جلو میافته دقیقه 35 و باید همینجوری ادامه بدیم کارو. دوباره قطع تو با یامگا، پاس خوب، فرصت برای استقلال هست گل دوم بزنیم. چشمی پاس عالی حسین مرادمند، دیگه فرصت گل دوم هم به ثمر میرسه. چیکار میکنه استقلال تو عربستان؟ آتش بازی آبیا تو عربستان و 2 گل تو فاصله کمی رو به ثمر میرسونیم و الهلال قطعا غافلگیر پاسی داد چشمی بین 2 تا دفاع و خیلی خوب و مسلط گل دوم هم میزنیم و حالا وضعیت خیلی خوب بر استقلال داره پیش میره و صد نشین بود و الان ماییم در حال حاضر و باید بتونیم حفظ کنیم این شرایطو. الهلال قطعا عقب نخواهد نشسته، برای جبران 2 گل جلو خواهد آمد. بلند میفرستم و باز هم قطعی بود عالی. چه سری رو زدیم اینجا. میتونیم بریم برای گل سوممون. حتی خود اینجا میفرستیم موزم متحری نشد دبل کنه ارسلان. شو یه 3-0 میشد تخریب میشد در الهلال تو عربستان. دونیم نیمه دوم میتونیم کارو در بیاریم و باز هم گل بزنیم به الهلال. تأخیر رو سنگین تر کنیم یا نه؟ بازیکن الهلال بزن بالا برگشت به مسابقه. یاسین بونو بلند میزنه زیر توپ. بازیکن الهلال نیمار هم ندیدیم تو این بازی با اینکه فیکس بود اول. میریم برای زدن گل سوم حرکت میکنیم. فرصت عالی، چه پاسکاری تمیزی، چه کاری، چه گلی مثلا باز هم ارسلان سومین گل خودش. واقعا این گل رو به نام کل تیم میتونیم بنویسیم. نگاه کنیم پاسکاری دیدنی بازیکن‌ها و چقدر این حرکت تیمی قشنگ و تمیز بود و ارسلان فقط یه بغل پا زد و گل سوم زد و چقدر این کار تیمی ترتمیز بود و حالا 3-0 عقب میفته. یکی از بهترین بازیمون همین بود تو گروه. اندازه
کل گلایی که تو 5 تا بازی قبل زدیم گل زدیم و یه بار دیگه کرد. چقدر اوضاع خوب داره پیش میره و این ضربه فکر کنم رضاوند بود که زد. فکر کنم دوباره حواس نمی‌کرد نشین شدن کرده این پسر و تو به خودش بیاد. بازی قبل بود گل زد فکر کنم. باز هم میتونیم به گل برسیم یا نه و واقعا دفاع الهلال هم پاشیده و ما حمله خوبی رو داریم انجام میدیم. یه بار دیگه حمله میکنیم، فرصت داریم اینجا. رضاوند شوت میزنه، چه گلی! آرش رضاوند باز هم گلزنی میکنه. آرش رضاوند باز هم گلزنی میکنه و واقعا عجیبه این اتفاق. یکی از اتفاقات عجیب دنیای فوتبال گلزنی رضاونده و 2 گل پی تو 2 مسابقه. این گل هم یه گل واقعا خوشگل رو میزنه و رضاوند تا حرف نیمکت نشین شدن میاد میدرخشه واسه ما و اتفاق عجیبیه که داره میفته واسه رضاوند. الهلال دیگه هرچی خودشو بکشه هم نمیتونه برگرده. نیمار بالاخره دیدیمش تو بازی میفرسته تو فرصت هست. باید بذاریم که نشید زیاد خراب بشه. بازی قبل یک گل خورد و آمار دفاعی تیمو سید خودش به تنهایی برده بالا. یه حرکت خیلی خوب داشتیم میرفتیم اینجور دفاع الهلال واقعا بازه قشنگ میتونیم باز هم گل بزنیم بهشون. انقدر دفاعشون پر ضعف نشون داد تو این مسابقه. چقدر راحت استقلال داره بازی میکنه تو این بازی و راحت داریم سرگروه میریم بالا و باید ببینیم به چه تیمی میخوریم. امیدوارم سرگروه بالا رفتنه باعث نشه که باره سختری به ما بخوره. میفرستن روی دروازه. واقعا گروه من حضور داشتیم و به خوبی تونستیم صعود کنیم به مرحله بعد. حالا یامگاه دوباره پاس عالی یامگاه میتونیم بزنیم. گل پاس عالی میدیم بعد توی دروازه حسین مرادمند هم گل زنی میکنه. بله دبل حسین مرادمند تو این بازی. حسین مرادمند که فکر نکنم هر 10 سال گل بزنه ولی تو اینجا دبل میکنه جلو الهلال. دبل حسین مرادمند تو این مسابقه و مدافع پیشتاخته آبیا دروازه الهلال رو 5 باز میکنه. انداز بیشتر از 5 تا بازی قبل گل زدیم توی این مسابقه و این اتفاق خیلی جذاب بود برای ما و این پاس یامگاه خیلی خوب بود و این پاس باز هم کار تیمی واقعا توی این بازی خیلی به چشم اومد از استقلالیه و پاس 5-0 میشه. الهلالی ها تأخیر شدن تو جده و خاک خودشون اتفاقی براشون افتاد که شاید سال فراموش نکنن و میان حداقل یه گل جبران کنن. تمام وجودم شده نباید بذاریم که نشیده سید خراب شه. باری کلا فضل جلالی و تمام سرگروه استقلال به مرحله بعد صعود میکنه و این اتفاق خوب رقم میزنیم و تو گروه ملک صدرنشین میریم بالا و باید ببینیم مرحله بعد قراره به چه تیمی بازی کنیم که پارت بعد تا مرحله فینال اگه بتونیم صعود کنیم براتون میگیریم. یه حذف می‌کنیم که دیگه حذف بشیم. نگاه کنیم ما صدرنشین پرسپولیس دوم اومد بالا، الاتحاد اومد بالا، القرافه اومد بالا، النصر و الشارجه اومدن بالا. کدوم تیم خواهیم خورد تو مرحله بعد؟ برای این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک سابسکرایب فراموش نشه و به الشارجه برای خوره خوبی خورد بهمون و خدا رو شکر. با این تیم‌های دیگه به چه وضع؟ پرسپولیس خورد به الاتحاد، خورده به نسبت سخت. الهلال و النصر با هم دیگه و الشارجه و ما الاهلی هم با القرافه قرار بازی کنن. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد فعلا.